به نظرم نباید آرزو کنی هیچ وقت شکست رو تجربه نکنی یا کسی بهت نارو نزنه. نباید از دنیا بخوای همیشه آدمای خوب دور برت بمونه. اگه این بلا سرت نیاد هیچ وقت تبدیل به یه آدم قوی و منطقی و جنگجو نمیشی. باید مثل الماس انرژی و گرما و فشار رو تحمل کنی. اگه امروز خودت آدم منطقی میدونی، مدیون تمام آدمایی هستی که یه جایی از زندگی تو با کارش بهت فهموندن که از هیچ کسی جز خودت نباید توقع داشته باشی. یه وقتایی همه چی خیلی خوب پیش میره، اما یهو یه اتفاق اوضاع رو تغییر میده. یه وقتایی هم تو اوج ناامیدی و روزای سخت همه چی درست میشه. زندگی کوتاه، شکننده و ناپایداره. ما هیچی نمیدونیم، حتی از یه لحظه بعدمون. پس حتی تو اوج ناامیدی هم تلاش کن و ادامه بده. زندگی پر از لحظه های دشواره، ولی همیشه کسی وجود داره که وضعش بدتر از شماست. از گلایه کردن و شکایت کردن و گرگر کردن دست بردار. اگه میخواین یک گرگرو و بچه ننه باشید، بدونید زندگی برای شما پر از درد و رنجه. اما من یه پیشنهاد فوق‌العاده برای شما دارم: خسته نشید و ناامید نشید. از برآورده شدن رویاهاتون دست نکشید و در برابر تمام سختی‌ها تمام قد بایستید. اون موقع زندگی همون چیزی میشه که در حال ساختنش هستید و مطمئن باشید که میتونید اون رو عالی بسازید. اگه دوست دارین موفق باشین و موفق باقی بمونین، باید با تمرکز بالا سخت تلاش کنید. بهتر شدن کار سختیه و هزاران بار تمرین و تلاش میخواد. یادتون باشه به جای اینکه حواستون رو به موارد منفی بدین، به اهداف و تمام چیزهای خوبی که توی زندگی دوست دارید به دست بیارید متمرکز باقی باشید. کارها رو نیمه تمام رها نکنید. استراحت کردن در زمان اوج گرفتن جایز نیست. باید همیشه مثل روز اول کار کنید. اگه اجازه بدین که پیروزی حواستون رو از کار پرت کنه، مطمئن باشید که دارید بذر شکست رو تو باغچه‌تون میکارید. اگه زندگی اون چیزی نیست که میخواید، نترسید و از خودتون بپرسید که آیا سهم من از زندگی اینه؟ وقتی آدم‌های پس میخوان شما رو به سمت خودشون بکشن، شما مقاومت کنید. تردید نکنید، همه جا آدم‌هایی هستن که میخوان شکست شما رو ببینن. اونا میخوان دوچار بدبختی بشید یا مورد سرزنش و توبیخ قرار بدید. بهترین کار برای مبارزه کردن با این آدما دوری کردن از اونها. یه مثال قدیمی و قشنگ دقیقا منظور منو توضیح میده. هیچ وقت با یک خوک کشتی نگیرید، برای اینکه مجبوری توی کثافتو با اون غلط بزنید. یادتون باشه مردمی که میخوان شما رو ناامید کنن، خودشون تقریبا همیشه افراد ناموفقی هستن و اونها از لحاظ کارایی بسیار معمولی هستن. شکست به معنای پایان یک انسان نیست، اما تسلیم شدن به این معنی. یه انسان با شکست به پایان کار نمیرسه، بلکه وقتی تسلیم میشه کارش تمومه. انسان‌های برنده از زیر کار در نمیرن، به استقبال کارهای سخت میرن، چون میدونن چه چیزی در آینده انتظارشون هست. اما بازنده ها همیشه کار را مثل تنبیه و مجازات میبینن و با بیمیلی کار میکنن. چشمهایم را باز میکنم. چه خواب عجیبی بود. به گمانم جایی را باختم که فکر میکردم این بازی تمام شده، اما اینطور نبود. درسته که این بار هم موفق نشدم، اما کاری را کردم که دلم میخواست.